سلام، حالتون خوبه امروز؟ خب، چرا ما باید خودمون رو دوست داشته باشیم؟ و چرا مهمه اینکه خودمون رو دوست داشته باشیم؟ به نظر من هر روز روزیه که شما نویسنده روزتون هستید که بنویسید و بگید به خودتون و رقم بزنید روزتون رو که امروز دوست دارید چه روزی براتون باشه. روز خوبی باشه یا روز بدی باشه. هممون قاعدتا دوست داریم که روز خوبی باشه. پس برای اینکه روز خوبی داشته باشیم، این باز هم ما این که تصمیم میگیریم چجوری بخوایم روزمون رو رقم بزنیم که در پایان روز از خودمون راضی باشیم. اینی که من همش دنبال این باشم که حال دیگرون رو خوب کنم، اصلا به فکر خودم نباشم، این دوست داشتن خودمون نیست. این چیزی نیست که من آخر روز ازش خوشحال بشم. نه، اتفاقا ازش ناراحتم هستم، چون به اون چیزی که خودم رو باید دوست داشته باشم و به خودم برسم این کارو نکردم. فقط دنبال اینم که یکی دیگر دست من ناراحت نباشه، اون این کارو نکنه، اون اگه ازم خواست جرأت نگفتن نداشته باشم. اینا اصلا نیست دوست داشتن خودمون. اینی که تو برای خودت وقتت رو صرف چه کارهایی میکنی برای خودت. وقتت رو صرف سلامتی بدنت میکنی، وقتت رو صرف حال خوبت میکنی، وقتت رو صرف درس خوندن میکنی یا مطالعه کتاب میکنی. وقتت رو برای چی صرف میکنی؟ این خیلی مهمه. اگه روزی بلند شی و به خودت برسی، حال خودت رو خوب کنی، مطالعت رو داشته باشی، هر چیزی، 1 ساعت دویدنه، نمیدونم مطالعه 1 صفحه کتابه، هر چیزی که هست، اگر اونها رو انجام ندی دوست داشتن خودت نیست. اگر به اون چیزی که خودت، ذهنت، بدنت، حالت نیاز داره به اون نرسی، اون دوست داشتن خودت نیست. اینی که صبح تا شب غر بزنی هم دوست داشتن خودت نیستش. شما هر چی بیشتر غر بزنی، بیشتر از اون چیزی که ناراحتی و دوستش نداری بگی، به زبون بیاری، در واقع بیشتر اونو میخوای. وقتی که من دارم میگم حالم خوب نیست، دارم میگم که حالم خوب نیست، یعنی میخوام که حالم بدتر باشه. اما از صبحی که بلند شم و تصمیم بگیرم بگم امروز من قراره روز خوبی داشته باشم و من برای داشتن روز خوبم تلاش میکنم، قطعاً تو چیزهای دیگه هم شما بهتر میشی. وقتی که ارزش خودت رو بدونی، وقتی که بخوای ارزش خودت رو بالاتر ببری، این یعنی دوست داشتن خودمون. تک تک ماها به اندازه بقیه آدما با ارزشیم. بای.